دوستان سلام و عرض ادب و خسته نباشید. آقا سوال کرده بود که چطوری ما میتونیم از کوین پپه یا همون کوین های پپه، همون سکه های پپه رو به کیف پولمون انتقال بدیم، برداشت انجام بدیم. ببینید بچه‌ها، واسه ماین کردن پپه که خب خودش داره انجام میده و شما باید هر 4 ساعت بیایید داخل ربات و اینا رو خالی کنید. این دیگه حالا بالاخره اینا راحت ماین کردن پپه ها راحت تره نسبت به جمع کردن الماس. ببینید الماس یکی از گزینه های اصلی این رباته. چطور شما واسه ببینید اینجا بذار بالا براتون بزنم. ببینید از شما خواسته برای برداشت 600,000 پپه باید 200 تا الماس بدید. خب چطوری باید الماس رو جمع کنید؟ تنها راهش همینه که فقط شما لینک دعوت مخصوص به خودتون رو برای بقیه ارسال کنید، یعنی زیر مجموعه گیری کنید و به هر نفری که با لینک شما وارد این ربات بشه و ماین رو شروع کنه به شما 2 تا دونه الماس میده. یعنی در نهایت شما برای اولین و حداقلی ترین برداشتتون 200 تا الماس نیاز دارید که به صورتی میشه 100 نفر عضو کنید. حالا ما در نظر میگیریم، حالا فعلا میخوام یاد بدم چجوری اینو برداشت کنید. ببینید رو همین 200 تا که بزنیم، خب ببینید الان کادر دوم از شما میخواد آدرس کیف پولتون رو قرار بدید. حالا ما در نظر میگیریم شما 600,000 تا پپه جمع کردید و 200 الماس دارید. خب ببینید یه گزینه داشت این جلوتر، میگه اینجا میتونید از این ربات خود تلگرام واسه برداشتتون استفاده کنید. خب این گزینه رو به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم استفاده کنید. چرا؟ چون ما تحریم هستیم از طرف تلگرام و شما یه آدرس کیف پولی هم بهش بدین، اصلا اینجا کیف پول نمیتونید بسازید. اگه اصلا سمتش نرید به نظر من. به خاطر همون به قول معروف به خاطر همون 30 تا زحمت به 200 تا کنید ولی راحت از صرافی‌های دیگه، از به قول معروف کیف پول‌های دیگه استفاده کنید که بهترینشون هم فعلا تون کیپره. میتونید برید اونجا برای خودتون آدرس کیف پول درست کنید و بیاید اینجا همینطور که میبینید کادر دوم قرار بدید و راحت برداشت بزنید. همین، خیلی چیز سختی نیست برداشت، فقط همینی که زحمت داره تا زیر مجموعه گیری کنید دیگه. همین، موفق باشید. خدا نگهدار.